توی USB هر موقع چیز شد میچرخونیمش، پورت USB همیشه سمت راستی مثبت، سمت چپی منفیه. پس این طرفیه میشه مثبت، این طرفیه میشه منفی. یه خودش هم یه دونه مثبت اینجا زده. دادی خار فلزی هست. اونی که از همه دورتره که میشه این پایه، این میشه پایه گراند، مابقیش چپ و راست میشه که حالا اون خیلی تفاوتی نمیکنه. خب بریم لایم کاری کنیم ببینیم چی عذاب در میاد. پایه راست چپ گراند، حتما به خاطر اینکه این پایه ها هست اینجا یه چسب دو طرفه بزنید که اتصالی نکنه. موقع بستن باید حواستون باشه الان این خار به این دانگل گیر میکنه، حتما این خار اضافی رو بشکنیدش که دیگه مشکلی برای بستن نداشته باشید. از تست نهاییش بذار ببینیم چی به چیه. فلش هم در بیاریم. روشن شد. بریم داخل بلوتوث ببینیم میاره. اینم از اسم بلوتوثش.